من 20 سال در خاک ایران بودم. کلگی مدارکام بکشیم آخر ما را کشیده. مدرک هم داشتید؟ مدرک قانونی. چطور شما مدرک نشان ندادین؟ مدرک نشان دادیم، میگه به درد احمد میخوره. باز هم باید دیپورتی خونه نمیشه. ما چون دیپورتی بگیم یعنی از ترکیه مقصد آمدن. همونطور است؟ همونطور است. چقدر وقت ترکیه ماندین؟ تقریبا یک 7 سال بودیم. 7 سال ترکیه. خیلی خوب ترکیه میاد گفتی. یک 50% گفتم میتونم. تو دیگه اجازه سلام علیکم بکنم رای رفیقای. سلام علیکم. دیگه که تو با چیز کنی که ما هم گپ بزنیم. من گفتم یکم که گپ بزن بگو که من چند سال اونجا بودم در کجا کار میکردم. الیستیکیز بلوارده. اون ساله برده چالشتم. اونجا کار میکردی؟ کار چند سال گفتی؟ 10 سال گفتی؟ نه 9 سال. 9 سال گفتی؟ خیر باشه. 9 سال اونجا بودی ها؟ کم تمام. این 9 سال چی کردی در ترکیه؟ فقط کار میکردیم. کار کردی یک چیز به فامیل روان کم تمام. چه وقت میشه پس آمدی از ترکیه؟ تقریبا یک 7 ماه 6 ماه شدم تو. 6-7 ماه میشه پس آمدی. پس کنه میخوایی بری؟ نه. بس همینجا بهتر از اونجا. عروسی کردی؟ یک 4 ماه میشه. خلاص دیگه به درد گید نرو. نه انشالله نه. بس از دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا مصروف دلیوری هستیم. سواری میبری میبریم و میاریم. بسیار خوب. این موتر از خودت است؟ این موترک 90 مال خداست خودم است. سعی دیگه شب روز خاطر می. الحمدلله خدا را شکر. پس چی ضرورت داری باز مسافر شوی؟ نه وقت دیگه بچه بودیم که رفته بودیم. حال دیگه به درد نمیاد. نه دیگه. حالا و سلام نیست. میگه هر کی را وطنش.